برادران و خواهران مسلمانم، برای من و شما لازم و ضروری است که بدانیم دموکراسی چی است و چی هدفی دارد و این کسایی که به طرف دموکراسی دعوت میدهند از نظام دموکراسی پیروی میکنند، حمایت میکنند، آیا اینها مسلمان هستند یا خیر؟ به صورت مختصر براتان میگم که سرتان باز شود. دموکراسی به معنی این است که حکم از آن ملت است، اما به صراحت الله متعال اعلان میکند که ان الحکم الا لله، حکم نیست مگر از آن الله متعال. اما در دموکراسی حاکمیت از آن الله نیست، به صورت مطلق حاکمیت از آن ملت است. یعنی ملت است که تعیین میکنند که زنا چی حکمش است، شراب چی حکمش است، به اصطلاح سرقت چی حکم داره. همه احکام فقط از آن ملت است. ملت حکم میکند، نه الله و رسولش. پس بنابراین دموکراسی یک نظام کفری است، یک نظام طاغوتی است و به یک مسلمان کلمش تحقق پیدا نمیکند تا ای که اعلان براءت به قانون غیر الله نکند، به طاغوت نکند. الله متعال به ما میگه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، اول به طاغوت کافر شوین، یعنی بینمی قانونای خود ساخته، بینمی کسایی که حکم غیر الله را در زمین تطبیق میکنن، بینمی ها کافر شوید و یؤمن بالله و بعدا به الله ایمان بیارید. بنان ایمان شخص درست نیست، صحیح نیست. شخص ایمان ندارد تا زمانی که به طاغوت، به قانونای طاغوتی، به اشخاص و افراد و هر کسی که طاغوت پرست هستند به اینا چی شوند؟ کافر شوند، از اینها اعلان براءت بکنند. کسانی که به طرف دموکراسی دعوت میدهند، از دموکراسی حمایت میکنند، اینها در حقیقت نظام دموکراسی را مشروعیت میبخشند، نظام غیر الله را، نظام کفری را مشروعیت میدهند. بنان اینها اگر رهبر باشند، اگر عالم باشند، ولو علامه زمان باشند، نظامی دموکراسی را چی بکنه؟ تایید بکنه، از دموکراسی حمایت بکنه، ایمان در سرش نمیمونه، از اسلام خارج میشد، چون که اینها نظام غیر الله را در روی زمین میخواهند، در حالی که مسلمان نظام الله را میخواهد، حاکمیت از آن الله میداند. الله اعلان میکنه حاکمیت از آن الله است، دموکراسی میگه نخیر، حاکمیت از آن ملت است. بنان به هر مسلمان، به خواهر و برادر مسلمان لازم ضروری است که نظام دموکراسی را، این دین طاغوتی را براءت بکند، بیزاریش اعلان بکند. در غیر از این نه نماز، نه روزه، نه زکات، نه حج، هیچ عبادتش درست نیست تا زمانی که درست به الله ایمان بیارد و از نظام خود ساخته و خود بافته طاغوتی، از این کسایی که از طاغوت دفاع میکنن، از اینها باید چی کنند؟ براءت حاصل. همانطوری که نماز یکی از ارکان اسلام است، یک نفر اگر به نماز ایمان نداشته باشد، نماز ترک کند، کافر است. و یکی از ارکان دموکراسی رای دادن انتخابات است. هر کسی که دموکراسی را قبول میکند، او باید چی بکند؟ رای بدهد، در انتخابات شرکت کند. به هر شکلی که انتخابات برقرار میشه و کسی که میره رای میدهد، اینها در حقیقت مشرک هم میشن، نه تنها کافر است، اینا مشرک هم میشن، چرا که حکم غیر الله را چی میکنن؟ قبول میکنن در پهلوی حکم الله. الله متعال در سوره کهف آیه 26 به ما و شما میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا یشرک فی حکمه احدا. الله متعال هیچ کسی را در حکم شریک نمیسازد. اما دموکراسی حاکمیت از آن ملت میگن. هر کسی که دموکراسی را قبول میکنن در حکم الله شریک قرار میشن. پس بنان کسایی که رای میدهند، کسایی که در انتخابات شرکت میکنند، کسایی که نظام دموکراسی را، نظام کفری را مشروعیت میبخشند، اینها کافر هستند، اینها عذر ندارند. و کسانی که به اینها عذر میدهند و از اینها حمایت دفاع میکنند، اینها انسانهای بی ایمان، انسانهای سستانسور، انسانهای منافق هستند. اینها کسایی هستند که مردم به طرف خود دعوت میدن، مردم به طرف شرک و کفر دعوت میدن. پس بنان بر حذر باشید برادران و خواهران مسلمانم که از نظام دموکراسی، از انسانهای دموکرات، از کسایی که فکر اندیش دموکراسی و سکولاری و کمونیسم و امثال هم داره، از اینها براءت بکنین. در غیر از این خود را مسلمان ناحق نگوین، خود را فریب ندهین.